شهریور 1399 آمریکایی‌ها که از برجام خارج شده بودند بر اساس بند 10 قطعنامه 2231 ادعا کردند هنوز به عنوان مشارکت کننده در برجام حضور دارند و برای همین خواستار اسنپ بک شدند. قطعنامه‌ای نوشتن در شورای امنیت، اما خب قوی بودن استدلال تیم دیپلماتیک ما در اون زمان و عمل دقیق اونها به برجام و حتی کاهش اقداماتشون که بر مبنای مواد 26 و 36 بود باعث شد که آمریکایی‌ها در میون 15 رأی شورای امنیت فقط 2 رأی خودشون و دومینیکن رو به دست بیارن. حتی اروپایی‌ها هم با اونها همراهی نکردند و در اولین بار استفاده از اسنپ بک در برجام توسط آمریکا شکست خوردند. حالا بعد از سالها در 10 سالگی برجام اروپایی‌ها خب میخوان از این اسنپ بک استفاده کنن.